Nichts drin. چون فوت شد که در مشت غربیل نگنجد. یکی آمد که مته تو از فلانی شنیدم. گفت تا ببینم آن فلان چه کس است. او را آن مرتبت هست که مرا بشناسد و مت می کند. اگر او مرا به سخن شناخته است پس مرا نشناخته است، زیرا که این سخن نماند، این حرف و صوت نماند، این لب و دهان نیز نماند. این همه عرض است و اگر به فعل شناخت همچنین، و اگر ذات من شناخته است آنگه دانم که او مت مرا تواند کردن و آن مت از آن من باشد. حکایت او همچنان باشد که میگویند پادشاهی پسر خود را به جماعتی اهل هنر سپرده بود تا او را از علوم نجوم و رمل و غیر آموخته بودند و استاد تمام گشته با کمال کودنی و بلادت. روزی پادشاه انگشتری در مشت گرفت، فرزند خود را امتحان کرد که گفت بیا بگو در مشت چه دارم. پسر گفت آنچه داری گرد است و مجوف است. پادشاه گفت چون نشانهای راست دادی پس حکم کن آن چه چیز باشد. پسر گفت میباید که غربیل باشد. پادشاه گفت آخر این چندین نشانهای دقیق را که عقول در آن حیران شوند دادی از قوت تحصیل، اینقدر بر تو چون فوت شد که در مشت غربیل نگنجد. اکنون همچنان علمای اهل زمان در علوم موی می شکافند و چیزهای دیگر را که به ایشان تعلق ندارد باید دانستند و ایشان را بر آن احاطت کلی گشته و آنچه مهم و به او نزدیکتر از همه آن است خودی خود است و خودی خود را نمی‌داند. همه چیزها را به حل و حرمت حکم می کند که این جایز است آن جایز نیست، این حلال است آن حرام است و خود را نمی‌داند که حلال است یا حرام است، جایز است یا ناجایز، پاک است یا ناپاک. پس این تجویف و زردی و نقش و تدبیر عارضی است که چون در آتش اندازی این همه نماند، ذاتی شود صافی از این همه نشان هر چیز که میدهند از علوم و فعل و قول همچنین باشد و به جوهر او تعلق ندارد که بعد از این همه باقی آن است. خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنمای، خداوند کیوان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر، ز نام و نشان و گمان برتر است، نگارنده برشده گوهر است، به بینندگان آفریننده را، نبینی مرنجان دو بیننده را، نیابد بدو اندیشه راه که او برتر از نام و از جایگاه، خرد گر سخن برگزیند همی
که بیند همی. ستودن نداند کس او را چو هست، میان بندگی را بباید